روزهای استراحت در 6 منطقه کشور باران سیل بارید. از جمله دیروز 28 اپریل ساعت 16:30 به وقت محلی بر اثر بارشات زیاد از تپه‌های گرد و اطراف به حدود دهات شرف، صداقت و تاجیک‌آباد جماعت دهات زینب‌آباد ناحیه رودکی سیل آمده راه را آبزیر کرده است. خوشبختانه باران سیل به خانه و چاروی مردم ضرر نرسانیده است. در همین روز ساعت 15:40 از تپه‌های گرد و اطراف به دهه دهنه جماعت دهات قلعه‌آباد ناحیه خراسان سیل آمده راه را آبزیر کرد. دوام روز ساعت 20:45 در دهه استقلال جماعت دهات به نام صدرالدین عینی ناحیه مذکور به 18 قطعه زمین ضرر رسانید. با ذکر یک مسئول کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدانی جمهوری عین زمان در جای حادثه کمیسیه حالت‌های فوق‌العاده ناحیه کار می‌کنند و ضرر رسیده معین کرده شده برای رفع عاقبت‌های آفت طبیعی کار دوام دارد. همزمان روز یکشنبه ساعت 17:30 به وقت محلی بارش شدید باعث بالا رفتن سطح آب کانال خوجقلعه دهه ظفرآباد جماعت دهات به نام غیاث ناحیه عبدالرحمن جامی گشته 13 قطعه زمین نزد حولگی ساکنان و راه‌های این دهه زیر آب ماندند. روز 28 اپریل در جماعت دهات کلاب در نزدیکی شهرک نابینایان شهر کلاب نیز در نتیجه بارشات شدید سطح آب بالا رفته در ساحل چپ و راست خطر شسته شدن را به وجود آورد. برای برطرف نمودن وضعیت ماجرای دریا با یاری تکنیک وزنین انرژی به مسافه 150 متر عوض کرده شد. در محل خط راه سطح آب دیوانه‌سای بلند شده در نتیجه سای پر از لای و سنگریزه شد. همین طور روز 28 اپریل بالاروی سطح آب دریای یاقسو به قید گرفته شده در نتیجه سد محافظتی دریا را در قطعه کوچه‌باغ جماعت دهات به نام رجب ناحیه واسه ویران کرده است. با یاری تکنیک ریاستی ملیارتیوی ناحیه به مسافه 120 متر خندق کوفته در میدان معین شده 14 کوبیکه آهنی و بتونی گذاشته شد. بالاروی سطح آب دریای سرخاب نیز به قید گرفته شده در حدود جماعت دهات بهمنرود و دهه شیبانه جماعت دهات چلچه ناحیه تیمورملک سربندهای محافظتی قسما شسته شدند. بر اثر آمدن سیل در مناطق در بالا ذکر شده تلفات جانی به قید گرفته نشده است.